از طرف مقام آقای خامنه‌ای. ما قبلش رفتیم جای آقای خامنه‌ای، از آقای خامنه‌ای گفتن که ما رو ببرین کربلا. آقای خامنه‌ای هم گفتن میبریم تو نیدم. ما یک صبری تو دلمون داشتیم قبل از اینکه پدرم خواست شهید بشه خبر بدن. من اون صبر رو نمیدونستم تا وقتی که رفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب چقدر سر داشته پیش امام حسین. خوب بوده. حالا ما یک قسمت از فیلم بابا نگاه کردیم، دیدیم که